الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين بالعالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. قال علي عليه السلام هلك في اثنان أو صنفان محب قال و مبغض قال. این کلام که در نهج البلاغه وجود مقدس آقا حضرت امیرالمؤمنین آمده بینش امام را نسبت به پیدایش گروه‌هایی در آینده اسلامی ترسیم کرده و تصویر کرده. امام دو گروه را درباره خود و در قضاوت درباره خویشتن اهل هلاکت خواند. گروهی که در حق امام علیه السلام کوتاه آمدند، آنانی که آنچه را که امام می‌دارد بیان نکردند و کتمان کردند و منکر فضائل و مناقبی شدند در امام که خدای متعال به این بزرگوار عنایت فرموده است. عده‌ای هم در این جهت قضیه و در این سوی قضیه کسانی که درباره وجود مقدس حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام اینان راه افراط را پی بودند، آنچه را که در حد امام نبود به امام نسبت دادند. شاخصه گروه اول کوتاه آمدن، شاخصه گروه دوم بسیار افراط کردن. مصداق بالای گروه اول وهابی‌ها هستند و مصداق والا و بالای گروه دوم افرادی هستند که شما با صفت کلی اونها یعنی صوفیه به کم و زیاد آشنا هستید. در این بررسی اگر خدا عمری عنایت بفرماید ما فرقه هایی از صوفیه رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و البته یادمون نره این قضیه رو. آقای مخملباف فرمودند، بندم براتون تکرارش میکنم، یادمان نرود از امام رضا علیه السلام این درس رو باید ما گرفته باشیم که اگر قرار شد با فردی یا گروهی به مناظره به مباحثه بنشینیم باید اعتقادات آن فرد و گروه را بدانیم. بدون دانستن اعتقادات فرد و گروهی که مقابل ما صفبندی میکنند رفتن و به مجلس مباحث و مناظره حاضر شدن چیزی و نتیجه‌ای جز خسران نخواهد داشت، هم خسران برای ما و هم بحث مسئولیت الهی و بازخواست خدای متعال و هم از دست رفتن افرادی که اگر دیگرانی می رفتند می توانستند آنها را نجات بدهند و ما رفتیم و مانع این خیر شدیم. به هر حال فرق گوناگونی از صوفیه در مملکت ما هستند، اینقدر که من پیدا کردم. شاید برخی فرق هم باشند که هنوز در تیررس من و در تیررس تحقیقات من قرار نگرفته باشه. یقینا دارم که مطلب همین جور هست. اون مقداری که ما یافتیم برخی هستند که اینان صوفیان صرف و محضند. برخی هم هستن که صوفی نیستن، اینها یه چیزی به نام ملغمه‌ای به نام خلاصه فرقه و گروهی درست کردند و به او معتقدند.
به هر حال این مجموعی که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم یه 10-12 تا بیشتر فرقه نیست. البته ما به ترتیب قرار این گونه بررسی کنیم. فرقه اولی که مورد بررسی قرار میدهیم فرقه اهل حقه. اهل حق نام دیگری هم دارد به نام علی اللهی ها، در بین ما معروفن اینها، و نام دیگری خودشون بر خودشون نهادن به نام فرقه یارسان. یارسان مخفف یارستان است. یار یعنی خدا، یارستان یعنی طرفداران خدا. این هم نام دیگری که خودشون بر خودشون نهادن. مردم عوام به اینها میگویند علی اللهی، یعنی کسانی که معتقدند وجود مقدس مولا امیرالمومنین خود خداست که آمده. خودشون به خودشون میگن اهل حق، یعنی رایج‌ترین نامی که خودشون بر خودشون نهاده اند این کلمه ترکیبی اهل حقه. همونطور هم که عرض کردم براتون نام دیگری هم خودشون بر خودشون نهادن به نام یارسان. این 3 تا نام به هر حال برای این فرقه است. مشخصات این فرقه از این قرار هست: 999 در 1000، بگو 9999 در 10,000 نسبت بهتریه. اینا هیچ نمیدونن خلاصه باید به چی معتقد باشه. من از ظرف 30 سالی که با اینها برخوردهای متعدد داشتم این مطلب رو دریافتم، هیچی نمیدونن. از پدری به دنیا آمدند و مادری و یه سری حرفا رو هم سینه به سینه گرفتن، چی رو باید قبول داشته باشن نمیدونن. از نظر اجتماعی افرادی هستن بسیار اینا آدمای درستی هستن. این در میان فرقه های گوناگونی که از صوفی و افراد مغلوطی مثل اینا میشناسیم شاید از اینا سلامت تر به لحاظ رفتاری وجود نداشته باشه. آدم ها اصلا زحمت کشن، کاسبن، کارگرن، زارند، در کاراشون نوعا آدم های سالمی هستن، نوعا سالمند. مشکل عمده‌ش رو همونطور که عرض کردم بحث اعتقاد است و بحث قلت اطلاعاتشونه. ولی به هر حال اینا خیلی راحت به راه میان، اما چجور باید به راهشون آورد؟ این یه تشکیلاتی است که خدا به حق پیغمبر اکرم انشاءالله بانیان این محل رو که در اینجا مایه چشم روشنی شدن و اونایی که دارن اداره میکنن اینجا رو خدا به حق پیغمبر که پاداش شایسته و استحقاقی از دست مبارک امام عصر علیه السلام عنایت بفرماید. ما تشکیلات مذهبیمون خلاصه بیسامانه، تبلیغاتمون واقعا بیسامان. یه جایی که آدم نگاه میکنه عده‌ای جمع شدن به خاطر خدا دارن کار میکنن، از معدود جاها در این مملکت همین محل کانون شماست. یکی از مشکلات بزرگ ما همینه. یعنی اگر ما کارای مذهبیمون تشکیلاتی باشه، همچون خودسر نباشه که هر کسی هر سازی دلش خواست بنوازد، اگر چنین باشه این گروه از اون گروه هایی هستن که یدخلون فی دین الله افواجا. حالا من براتون نمونهشو بگم تا این قضیه بدون مدرک نباشه. یا اولش دست شاید بیشتر پیش یک جلسه مذهبی نه جلسه ورزشی بود در مجموعه ورزشی انقلاب دیگه. حالا ما که سرمون به هر سوراخی هم میره خلاصش دیگه. دعوتمون کردن راجع به وجود مقدس آقا علی به عنوان سمبل ورزشکاران اونجا صحبت بکنیم. آخرین سخنران خب ما تو اون مجمع ما بودیم، مقداری صحبت کردیم از فضائل و مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام برای ورزشکارا. و بعد صحبت ما که تمام شد رسیدیم به تقریبا نزدیکای اذان مغرب. اون وقت بود دیدیم یه خانمی اومد سراغ ما، خب اظهار محبت کرد و بعد گفتش که شما راجع به اهل حق نظرتون چیه؟ گفتم خانم الان نزدیک اذان مغربه، الان وقت پاسخ این پرسش نیست، یه وقتی قرار بذار با هم دیگه. ولی این سوال اصلا شما کردیه یا از من؟ گفت برای که دایی خود من از مبلغین ایناست. البته خودش هم بود، منتها نمیخواست بگه خودم هستم، روش نشد بگه.
دلم میخواد بیشتر در مورد اینها بدونم. گفتم خیلی خوب باشه. آقای دکتر مظفری خدا حفظش کنه معاون سازمان ورزش مملکت ما بود، او منو دعوت کرده بود. به ایشون گفتم این خانم که از همکارای خودتونم از تو مجموعه ورزشی انقلاب، یه روز دعوت کن اتاق خودت بیار، منم بیام اونجا بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم. رفتیم و حرف زدیم با این خانم، 1 ساعت حرف زدیم. گفتیم الحق یعنی این اعتقاداتشون و اساس به اصطلاح باوراشون اینه که میخوام براتون میگم همیناست. اینم مدرک حرفام. خیلی متحول شد، خیلی به اصطلاح براش هم نو بود هم عجیب بود. به من جمله‌ای گفت فلانی تو حاضر من یه جلسه برات درست بکنم، 30 نفر از اینا رو برات بیارم بشینی با اینا حرف بزنید؟ گفتم از خدا میخوام. کی؟ یه قرار گذاشتش، یه آدرس به ما داد. رفتیم اونجا با 30 نفر از اینها نشستیم در یک مجلس. خب سوالات متعددی میکردن از هر خلاصه طرفی و از هر سوی و از هر جهتی از هر مطلبی مطرح میکردن. من هم اینقدر که بلد بودم جواب میگفتم. اینا خیلی شائق شدن به اینکه خلاصه ما باز ادامه بدیم قضیه رو. ولی دیگه این جلسه هرگز تکرار نشد. جلسه بعدی دیگه تکرار نشد. چه این بود که تشکیلات اینا به اینا گفته بود حق نداریم بریم با فلان کس ملاقات داشته باشین. اصلا اگر ما جاذبه هامون زیاد بود و خود ما داشتیم تشکیلاتی این چنین کاری نداشتش که. اینا خلاصه منظورم اینه که آقای مخمل باف عنوان کردن به درستی که باید بشناسیم. اولا اینا واقعا دشمن نیستن. اینا وقتی باشون هم حرف میزنی، با بزرگانشون که حرف میزنی، که من این کارو کردم البته، میگن ما هم شیعه هستیم، فقط یه مقداری بیشتر از شما نسبت به علی ابن ابی طالب علاقه مندیم. ولی یه مقدار چقدر بعد براتون میگمش البته. و واقعا هم نمیدونن که این مقدار چقدر مقداره که طرف رو از مسیر اعتقاد به مسیر کفر میندازه. این میزان انقدر میزانشه. به هر حال اگر سرمایه گذاری بر روی اینها باشه، البته نکته‌ای که باز گفته آید برای هر فرقه‌ای، هر گروهی، هر انسانی جز انسان‌های متعصب عنود البته که برای کوبیدن اسلام میان، جز اونها نکته‌ای که فوق العاده در توجه دادن افراد غیر شیعی به سوی این مکتب حیاتی انسانساز حقه شیعه اثناعشریه فوق العاده ضرورت دارد و لازم است، مسئله محبت کردنه. مگر جایی که طرف از محبت بخواد سوء استفاده بکنه. مردمان نسبت به این قضیه خیلی حساسن. فرمایش از پیغمبر اکرم ما داریم که فرمود من تعجب میکنم از مردمی که اینا پول خرج میکنن و بنده و برده میگیرن. به جایی که این کارو بکنن محبت بکنید مردم همه بندتون میشن. حالا یک مطلب فراگیر است واقعا این قضیه. هر کس هم ببینی نسبت به این مطلب قطعا حساس خواهد بود. لذا فرم برخورد در این که انسان دانایی ها رو باید داشته باشه. البته میخوای بری حرف بزنی باید بدونی چی رو میخوای بری بحث بکنی. اما ضمن اون قضیه البته این مسئله جلب قلوب فوق العاده مسئله مهمی است. این فراموش نشود. جز آن که البته بعضی از اوقات هم برای توجه دادن این افراد خلاصه ساده لوح، تعبیر صحیحش اینه، افراد ساده لوح کاری که باید انجام بگیره گاهی اوقات ممکنه مسائل مالی نیاز باشه. بله باشه. به قول قرآن والمؤلفة قلوبهم هستی تو قرآن کریم دیگه. واقعا همینه دیگه. آدم اگه منابع مالیه و سراغ داشت و دید کسی ممکنه روی این جهات او بیاد افراد دیگر هم با خودش بیاره، مانعی نداره که اینجا بتونه از اون منابع مالی هم استفاده. به هر حال اینا مقدمات کار ما بود. اما یک تاریخچه از این فرقه براتون بگیم تا اینکه انشالله وارد بحث‌های اساسی تر بشیم. ما کتابایی که ملاحظه میکنید این کتابا خیلی آسون سابقا در دسترس نبودش. اینها خیلی مخفی بود. بالاخص در میان این کتابا این کتاب
که بسیار کتاب مهمیه به نام شاهنامه حقیقت. این نامش رو به خاطر بسپارید. دوستانی که میخوان کارهای تحقیقاتی کنن باید این کتاب رو داشته باشن. میتونم بهتون آدرس بدم، البته اگر باشه باید اونجا علل اصول باشه، مقابل دانشگاه تهران انتشارات به نام انتشارات جیهون هست. جیهون از همیناست، خودش اهل حقیه. اگر باشه این کتاب شما داشته باشین، در واقع کل اعتقادات اهل حق در این کتاب مندرج و مندمجه به نام شاهنامه حقیقت. این شاهنامه چیه؟ یک کتابی است به زبان شعر، البته بر وزن اشعار شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی هم هستش، بر همون وزنه. 15,000 و تقریبا 600 بیت هم داره تقریبا، البته کم و زیادش. این سروده کیست؟ حاج نعمت الله جیهون آبادی. حاج نعمت الله جیهون آبادی کیه حالا؟ حاج نعمت الله جیهون آبادی یه شخصی است که آقای نورعلی الهی، این نام رو هم به خاطر بسپرید، آقای نورعلی الهی. نورعلی الهی کسی است که اهل حق رو زنده کرد. واقعا در محاق بودن، اینا رو آورد بدرشون کرد، خلاصه به لحاظ نجومی واقعا زنده شون کرد. این قبل از انقلاب هم فوت کرده، مقبرش حدود کرج، البته خودش اهل طرفای کرمانشاه است. البته نورعلی الهی بزرگترین شخصیت متأخر اینهاست. یعنی شما به هر کس بگید نورعلی الهی، خلاصه نورعلی رو میشناستش به خاطر خدمات فراوانی که برای تثبیت موقعیت اهل حق این آدم انجام داده. همینجا باز خدمتتون بگیم، در میان گروه های گوناگونی که حالا یا صوفی هستن یا صوفی نیستن، مثل اینا یه چیز ملغمه ای هستن، از نظر جمعیتی و تعدادی اینا از همه زیادترند، از همه زیادترند. یعنی هیچ فرقه ای از فرقه های صوفی و مغلوط در ایران به اندازه اهل حق جمعیت نداره. چطور میخوام براتون بگم؟ رودهن، بومهن، خود تهران، کرج، برو اون طرف، حالا من قزوین خیلی مطلع نیستم، همدان، هشگرد، همدان که مفصل همدان، البته دهات فراوان داره که اصلا مال اهل حق هستن. از اونجا برو بالاتر، برو اسدآباد، برو کنگاور، برو صحنه، خود کرمانشاه، برو بالاترش کرند و سرپل و اینجا اون طرف برو تبریز. تبریز اصلا یه شهری است الان از ذهنم رفت اسمش، شاید دربست در اختیار اینا باشه از نظر جمعیتی. برو خوزستان، برو لرستان، خلاصه مثل یک کمربندی تقریبا دور تا دور ایران اینا گرفتن داشت، از نظر جمعیتی بیش از هر فرقه دیگرن. ولی عرض کردم اینا آدمای به اصطلاح صافی ان. بازم دارم میگم از نظر ناموس فوق العاده اینها مقیدند. جلساتی که اینها دارن زن و مرد با هم دیگه جای جدایی هستش. من رفتم دیدم اینا رو، البته که میگم براتون نسبت به این قضایا فوق العاده تعصب دارن. حتی آدمای صافی هم هستن در زندگیشون، در کار اجتماعیشون هم درستن، عمدتاً اینجوره. البته به هر حال نورعلی الهی بزرگترین شخصیتی است، این نام به خاطر بسپرید، که اهل حق در طول عمر خودش اگر 10 نفر بزرگ داشته قطعا یکشون نورعلی الهیه. نورعلی الهی ایشون پدر نورعلی الهیه، حاج نعمت الله جیهون آبادی. و بعدم مهمش اینه که خود نورعلی میگوید که بابای من راه میرفت ارتجالاً، حاج نعمت الله جیهون آبادی ارتجالاً این اشعار را می سرود و من می نوشتم. پس این کتاب 2 تا مشخصه داره، سراینده باباست، نویسنده نورعلیه. این هم از نظر اصطلاح استحکام این کتاب. اینو حتما شما داشته باشید. 2 تا کتاب دیگر هم هست. البته ما رو ببخشید این حرفا رو بخوام بزنم براتون، قدر همین آخوندهای شیعتون رو بریم بدونید.
اگر قرار باشه 4 تا آدم حسابی درست هم پیدا بشه، تو همینا پیدا میشه. تو این فرق از این صحبت ها اصلا نیست. ماکیاول خلاصش به قول عربا دعنا نعیش، همش به خاطر این دنیاست. اون بالا اینا که دارم میگم بر همش مدرک دارم، من هر کی هم خواست عرضه میکنم. اصلا بحث دین خدا و پیغمبری حرفا کدومه دنبال کاره. یک دکان حسابی است و عجیب است که اینا خودشون هم همدیگر را وقتی میخوان خطاب کنن میگن دکاندار. هیچ کدومشون رو قبول ندارن. الحمدلله اینم یه لطف خداست که به همشون بدن. این آقای نورعلی الهی این 2 جلد کتابی که به این گندگی است به نام آثار الحق، اینا پیدا میشه. البته آثار الحق بیانات نورعلی الهی است. منتها کجا این حرفا رو زده؟ چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. اون زمانی که افرادی از سنخ خودش دور جمع بودن، جلسه خصوصی بوده، 20 نفر 30 نفر اون که برمیاد. البته ایشون اون حرفایی که معمولاً به صورت عام میزده اونجا جوری دیگه میزده. این داشته باشید مطلب مهم نیست این قضیه. حالا میگم نمونه‌هاش کجا هست. به هر حال این 2 جلدم به نام آثار الحق، جلد اول و این قطرش، ظاهر قضیه هم این است که همونطور که ایشون در مورد باباش عمل میکرده، آقازاده ایشون یعنی آقای دکتر بهرام الهی که الان در فرانسه تشریف دارن و جراحن، بسیار جراح عمومی هستن، یه سری کتاب ایشون داریم البته که چاپ شده. این حرفای بابا نورعلی رو هم آقازاده می نوشته. یعنی هر چی نورعلی برای باباش میکرده پسرش هم برای خودش انجام میداده. در واقع این 2 جلد آثار الحق به قلم دکتر بهرام الهی هست. اینم کتاب دیگری. این کتاب خیلی پیش منتشر شده، نوشته نورعلی الهی، باز مؤلفش نورعلی الهیه. 1342 یعنی 45 سال پیش این کتاب. منتها این کتاب به صورت عموم چاپ شده، یعنی چون در معرض دید همگان قرار بگیره، این کتاب انتشار عام داشته. لذا مطالبی که در این کتاب مطرحه اونایی نیست که اینجا آمده، دقیقاً یه حرفای دیگری است. حالا نمونه‌اش هم براتون خواهم عرض کرد و خواهید دید که قضیه چه قراره. این کتاب اگر پیدا بشه، البته بعد کتاب مختصری است، هر کس هم این کتاب بخونه میگه ای بابا اینا که چیزی بدبختانه نمیگن که اینقدر مردمشون تهمت میزنن که اینا مثل ما شیعه‌ن دیگه. تا یه خود شیعه خود غلیظ‌تر و شیعه غالی، حد اکثر در همین حداست. بابا اینا نیست. این کتاب هم داشته باشید. و این کتاب دیگری است که البته کسی نویسنده این کتاب بوده از اینها نبوده، به نام قیام و نهضت علویان زاگرس. این آقای محمد علی سلطانی نوشته. خودشون قطعا درویشه اما اهل حق نیست، هماش ملاقات داشتم. این کتاب را بخوانید از اون باب که نویسنده این کتاب بسیار نسبت به اهل حق حسن نظر داشته، یعنی دقیقاً از موضع خوشبینی مفرط نسبت به اهل حق نگاه میکرده. آخه 2 تا قضیه ما داریم. گاهی اوقات طرف از اول قلمشو تیز میکنه، میخواد بکوبد و خلاصه لجنمال کند و پایمال کند و برود. یه وقت طرف از اول میخواد خلاصه بزرگ کند و بیاره بالا. این از گروه دومه. ایشون هم باسوادی هم هست البته، ولی واقعا کتاب‌های اصلی اهل حق ایشون ندیده بوده. لذا این کتاب پره از تعریف درباره اهل حق و در این باره دفاع از مظلومیت اهل حق. این هم یک کتاب دیگری است. یک کتابی است که از ما گرفتن به صورت امانت. اونم داستانی داره. ما رمضان سال گذشته، شاید هم واقعا مخبر من عرض کردم، من گفتم میدونم، به من تلفنی از شهر همدان شد. همدان خب از اینا زیاده، همونطور که عرض کردم براتون. تلفنی شد و
بعد دختر خانمی بودش که شما رو به ما معرفی کردن. شما در مورد اهل حق چی میدونی؟ گفتم شما چی میخوای که من بدونم؟ برای چی این مطلب اصلا سوال کردی و چی لازم داری؟ گفت ما در ماه رمضان امسال در یکی از این حوزه هایی که عباسی حسینی در یکی از محلات همدان ما تعلیم قرآن میدادیم. یکی از مدرسینی که قرآن تعلیم میداد از اینا بود و خلاصه این ما کشفش کردیم و در بین بچه ها جنجال افتاد، عده‌ای موافق و عده‌ای خلاصه مخالف. ولی مخالفت ها و موافقت ها بر مبنای بینش نبود، همینجوری به اصطلاح شیکمی ها بر مبنای تعصب بود. گفتم چرا؟ من یه مقدار اطلاعات دارم، اگر زمانی به همدان آمدم بهتون میدم اطلاعات رو. رفتیم به همدان، اون مجمع هم رفتم، دختر خانم هم بودند و خلاصه خیلی نصیحتشون کردم که نکنه با اینا شما به تندی رفتار بکنید، اصلا تندی کارایی نداره. بعدم اینا نیازمند دستگیری هستن. یک نفر هستش از تهران هم آمده، او علاقمند به سعادت توه، اگر ممکنه زحمت بکش بیا یه نیم ساعتی با ایشون شما صحبت بکن. او من نمیام، من به راه خودم معتقدم و مطمئنم و یقین دارم و لذا نیازی به بحث نمیبینم. البته همین که من نمیام معناش یعنی محکم نبودن اعتقاد. همین که من نمیام یعنی این که من قدرت مقابله ندارم، به اندازه کافی من در این زمینه محکم نیستم. این معناش میشه این دیگه. به هر حال خب ما به اون دخترها اطلاعات لازم رو دادیم و یک کتاب هم هست. اگر دوستان ما در تبریز آشنا دارند من حتما توصیه میکنم به آشناهاشون در شهر تبریز توصیه کنن، اونایی که اهل کتاب باشن البته. یک کتاب به نام کتاب سرسپردگان. سرسپردگان کتاب خیلی سال پیش منتشر، این همین کتابه تقریبا از نظر قدمتش، ولی کتاب فوق العاده جالبه. شخصی به نام آقای محمد علی خواجه الدین، محمد علی خواجه الدین این کتابو نوشته، بسیار منصفانه، بسیار بیطرفانه، بسیار پرمطلب. منتها چون مال خیلی سالهای پیشه الان کم پیدا میشه. من یک جلدشو داشتم دادم به همین خانمای تو همدان، منتها گفتم امانته، حالا اگر باز پس بدهند انشاءالله ما میگیریم و خدمت آقای مخملباف میدیم و بعد هم انشاءالله میگیم تکثیرش بکنند. یعنی حداقل یک دونه کتاب از روی اون مجموعه درست شدن در اینجا داشته باشیم. ولی شما اگر دارید کسی را در تبریز، نام این کتاب براتون گفتم سرسپردگانه، طرف بسیار تحقیق کرده، چون اطراف تبریز همونطور که عرض کردم اون محلی هم گفتم در تبریز انحصار ایناست به نام ایلخچیه، اسمش یه شهری به نام ایلخچی است. و هر حال اگر کسی رو سراغ دارید در تبریز که دنبال این کارا بتونه بره، حتما بهش توصیه بفرمایید که بره و این کتاب براتون تهیه کنه. کتاب فوق العاده به درد بخوری. اگر خود منم باشم تلاش میکنم یک کاری کنم که این کتاب تجدید چاپ بشه انشاءالله. خب یه صلوات بفرستید. نام کتاب دیگری که میخوام براتون بگم دانشنامه نامآوران یارسان هست. این کتاب اسمش یارسان هست، یکی از نامهایی که خودشون به خودشون یعنی یاران خدا. البته دکتر صدیق صفیزادی خودش کرد سنندجی است، البته نمیدونم خودش اهل حق است و یا نیست، ولی به هر حال مال اونجا هست. این در واقع یک بیوگرافیست از بزرگان اهل حق. این البته پیدا میشه، این چیز به اصطلاح نایابی نیست، حتما اطراف دانشگاه تهران نیازی هم نیست به تهیه‌شون، حتما گرون هم هستم، شما نمیخواد خیلی پولیشو بدین. خلاص نامآوران یارسان، دانشنامه نامآوران یارسان، کتاب به نام اسطوره اهل حق. اینا نوشته اسطوره اهل حق، آقای ایرج بهرامی نوشته و خلاصه در مورد بزرگان اهل حق. 4 تا کتاب دیگه هم اینجا دارم. البته این 4 تا کتاب همش نویسندش آقای دکتر بهرام الهیه، هر 4 کتاب.
دکتر بهرام الهی ارشدم براتون پسر نورعلی الهیه، الان در فرانسه ایشون داره جراحی میکنه. مبانی معنویت فطری، طب روح. معنویت یک علم است و کتابه، ببخشید البته 3 تا کتاب بیشتر نیست، این اشتباه کردم. این معرفت الروح هم است، باز نورعلی الهیه. این مجموعه کتابایی که گیر ما خلاصه آمده. 2 کتاب تو خونه دارم البته، مثل تاریخ مشعشعیان و نظیر این کتاب ها. ما این مهماش همینه که خدمتتون گفتم. این 4 کتاب مهمترین کتابای اهل حقه، به خصوص این کتاب اولش، یعنی شاهنامه حقیقت. خب این تاریخچه از کجا شروع میشه؟ حالا ما از اهل حق در کتاب‌های تاریخی نامی پیدا نمی‌کنیم جز حدود قرن پنجم هجری قمری که شخصی به نام مبارک که بعد در بین حضرات به نام شاه خوشین معروف شد، این آدم در لرستان قد علم میکنه و از اون زمان کم کم ما اثری از اهل حق رو در میان کتاب ها پیدا میکنیم. حالا مبارک شاه یا شاه خوشین که بوده است، اینو از همین کتاب براتون بخونیم. کتاب عرض کنم حضورتون که نامآوران و یارسان، صفحه 66 و به بعدش، تا ببینیم که ایشون کی بوده. شاه خوشین لرستانی سال 406 تا 467 هجری. زین الواصلین و فخر العاشقین مبارک شاه ملقب به شاه خوشین لرستانی، فرزند جلال خانم و نوه میرزا امان الله لرستانی، بنا به اسناد موجود در سال 406 در لرستان متولد و در سال 467 وفات یافته. او عاشقی است جانباز، عارفی است خانه برانداز، فرزانه است محبوب و دیوانه است مجذوب، مستی است شالاک و رندی است بیباک. در مجموعه رسائل اهل حق، توضیح بدم براتون، مجموعه رسائل اهل حق از جمله کتاب‌های بسیار معتبر اهل حق، اما یک دونه‌اش شما پیدا نمیتونید بکنید. کسی پیدا کرد من به هر قیمتی باشه میخرمش. در مجموعه رسائل اهل حق آمده است که او از مادری بکر به نام جلاله متولد و در لرستان نشو و نما یافته و بر طریقت قدم زده و جمعی از ارباب حال و اصحاب کمال را دیده و سپس علما و حکما به خدمت او رسیده و از دانش او گلها چیده و بالاخره سرانجام در آب رود گاماسب فرو رفته و در همون جا هم خفته است. در یادداشت کاکاردایی از بزرگان ایناست آمده است شاه خوشین در هنگام کودکی در لرستان بزرگ شده، سپس به همدان رفته، به تحصیل علوم پرداخته و در جوانی جامع علوم آمده و مدرسین گشته. پس از آن به زادگاهش بازگشته و در 32 سالگی خود را مظهر الوهیت خوانده است. در ذهنتون باشه این قضیه، چون این مطلب خیلی مطلب مهمی است. و در 61 سالگی روزی با یارانش در رودخانه گاماسب به شنا کردن میپردازد و در آب فرو میرود و روان پاک و مطهرش به جهان جاودانی پرواز میکند. خب این پس بنابراین شخصیتی است بسیار بزرگ در میان اهل حق، در قرن 5 سرکلش پیدا میشه. ولی از این آدم مهمتر ما آدم دیگری داریم، اسم اون آدم را هم باز به خاطر بسپرید. اسم این آدم سلطان سوهاک است یا سلطان اسحاق برزنجی که در میان اهل حق راحتتون کنه. سلطان سوهاک حتی مقامش از علی ابن ابی طالب هم بالاتره. اینو عیناً بعدا براتون سندش رو خواهیم گفت. تا این حد مهمه سلطان سوهاک یا سلطان اسحاق
برزنجی. بخونیم راجع به ایشون در همین کتاب صفحات 101 به بعدش. سلطان اسحاق برزنجی، فخر العاشقین سلطان اسحاق برزنجی که مقنن و مجدد طریقه اهل حق می باشد. بنا به اسناد و مدارک موجود فرزند شیخ عیسی برزنجی است. کاکاردایی در یادداشت خود ولادت او را در 445 هجری و در کتاب‌های سرودهای دینی یارسان که اینم از کتاب‌های قدیمی ایناست و پیدام نمیشه، تولد او را به سال 528 هجری و در کتاب برجستگان جهان پیدایش او در قرن 7 هجری و در کتاب کردها تعریف ادمونز ولادت او به سال 671 هجری و در نامه سرانجام به سال 612 هجری و خلاصه به سال 675 هجری یاد شده، یعنی قرن 7. پس مجدداً اهل حق به وسیله شخصیتی که از هر شخصیت دیگری در میان اینها بالاتر هست، اینها رشد و نمو پیدا میکنن، نامشون آوازه میشود و بعد این آدمی است که برای اهل حق برنامه سلسله بندی رو مرتب میکنه، قواعد و قوانین محکم میکنه. خلاصه در بین اهل حق یک آدمی است که از او بالاتر دیگه وجود نداره. پس از این زمان به این طرف ما نامی از اهل حق رو در میان کتاب ها پیدا میکنیم. خب اما از بعضی از حرفا بگذاریم که شاید گفتنش نیاز نباشه، وقتمون هم اینقدر نیست. اما بحث اعتقادات اهل حق چیه؟ حالا که دانستیم پراکندگی جمعیت چقدر، جمعیت زیاد، کجاها بیشتر هستن و اینم تاریخچه خیلی مختصرشون، اما اعتقادات مهم اهل حق چیه؟ اولین اعتقاد و بدترین اعتقادات در میان اهل حق بحث حلول است. حلول یعنی چی؟ حلول فرو رفتن چیزی را در چیز دیگر میگویند حلول. توجه فرمودید؟ این کلمه حلول معناش اینه. اما در میان اهل حق این کلمه چه معنا میدهد؟ البته تلاش میکنند خیلی شدید که عنوان کنند که ما اصلا حرفامون از این حرف سنخا نیست و ما دامنمون پیراسته است از این که به ما چنین نسبتایی بدن. خلاصه کلمه حلول یعنی این، یعنی مهمترین اعتقاد اهل حق که باید بهش معتقد باشند این است که خدای متعال در هر دوری از ادوار میاد در داخل یک بدن انسانی وارد می شود. این خلاصه اعتقاد به حلوله. مجددا براتون بگیم 7 دوران رو اینها معتقدن که بعد براتون عرض میکنیم. 7 دوران رو معتقدن. در هر دوره‌ای خدای سبحانه العیاذ بالله ثم العیاذ بالله میاد در بدن فرد قدیسی چیکار میکنه؟ ورود میکنه. خب این اسمش چیه؟ اسمش شرک مطلقه، بحث هم نداره. بنابر اعتقادات اسلامی این بحث شرک است و دارنده این اعتقاد مشرک اصلا بی بحث بدون چونه چرا. اما حضرات اعتقادشون اینه. این کتابی که برای عامه مردم منتشر شده برهان الحق، آقای نورعلی الهی با زرنگی هرچه تمامتر میاد و عنوان میکنه بابا ما همچین اعتقادی نداریم. خب چطور میگه این حرف رو؟ در صفحه 151 کتاب برهان الحق جناب ایشون اینجور عنوان کرده اند: چون در افواه عموم شهرت دارد گروه اهل حق علی اللهی هستن، که مردم عادی همطوری میگن بین خودشون که ما چی هستیم؟ ما علی اللهی هستیم. هاشا و کلا. به چه شدتی داره این قضیه رو نفیش میکنه. هاشا و کلا.
این نسبت دروغه، چنین تصوری از اصل باطل است، زیرا اساس این مسلک روی پایه توحید قرار گرفته است. اگر هم بعضی از عوام الناس چیزهایی بگویند فرع بر بی اطلاعی یا اشتباه خواهد بود. این مردم عامی دارن میبندن به ما این حرفا رو، اینا سواد ندارن، اطلاع ندارن. ما کی اعتقادی هم چه اعتقادیه؟ و الا علی اللهی نیستن، مشرک هم نمی باشند. فقط حضرت علی علیه السلام را به مقام مظهریت و مشیت الله میشناسند. این تنها اعتقاد اونهاست. مظهر خدای متعال ما هم معتقدیم، مظهر اسما و صفات خدای متعال وجود مقدس مولا حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب. شما قدرت خدا رو نمیتونی ببینی، میخوای ببینی قدرت خدا را به علی بن ابی طالب بنگر. این که چیزی نیستش که آیا واقعا همین قدره؟ نه، این حرف عامه شونه، یعنی کتابی است که برای عموم گفتند آمده بیرون، اما چون به خلوت میروند آن حرف دیگر میزنند. آن حرف دیگر چه هست؟ این کتاب آثار الحق نگاه بکنید، صفحه 207 جلد دوم، شنبه 10/30/48، یعنی سخنرانی یا جلسه خصوصی این تاریخ بوده. روی زمین همیشه نماینده خدا هست و او را ولی میگویند. ذات خدا در او جلوه دارد و او کار خدا را انجام میدهد. جوابی که او میدهد همان جواب خداست، پس باید رفتارش مثل خدا باشد. ولی ممکن است ذات بشر باشد یا ذات مهمان. خب علی و سلطان، مراد از علی ابن ابی طالب. سلطان کیه؟ سلطان اسحاق برزنجی، سلطان سعاد. ذات حق بودن، ذات خدا بودن. اونجا میگه حرفا رو نزنین ها، این حرفا رو عوام دارن میزنن، صرف بی اطلاعیشونه. اینجا میگه کی؟ علی الیاذ بالله و سلطان ذات حق بودن، ذات حق بودن. و باز هم تنها اونیست. جلد 1 آثار الحق صفحه 431، گفتار 1399. ضربت خوردن علی و شهادتش هر دو صحیح و از عدالتش می باشد، زیرا هر چند ذاتش ذات خدایی بود. بازم میگه ذات علی چی بوده؟ ولی درباره جسم قانون طبیعت را اجرا فرمود، در حالی که قدرت داشت مانع این کار بشود، عدالتش مانع از آن شد. کدوم عدالت علی؟ و همان قانونی که درباره مخلوق اجرا می شود برای خودش هم انجام شد. میخواد بگه چون علی آدمای زیادی رو کشته بوده خودش رو مستحق قتل میدونسته. خاک به سرت بکنم با این اعتقاد. ولی به هر حال زیرا هرچند ذاتش ذات خدایی بود، علی ابن ابی طالب خود خدای متعاله. باز بریم آثار الحق جلد 1 گفتار 1434 صفحه 442 رو براتون بخونیم. جسم علی آینه و ذاتش ذات خداست، ذات خداست که جسم آینه وار آن ذات را منعکس می کند. یعنی به اعتبار جسم و روح شخصی مخلوق است و به اعتبار ذات خداست. این واقعا از شما سوال میکنم، کسی بخواد بگه علی ابن ابی طالب خدا چجوری باید بگه دیگه؟ این گفتم منتها در جلساتش بوده، خصوصی بوده، دور هم جمع می شدن 15 نفر 20 نفری این حرفا رو میزن. جناب بهرام خان هم خلاصه انجام وظیفه فرموده و فرمایشات بابا رو همه رو الحمدلله داده بیرون. این به اصطلاح مسئله اولی است. حالا اونجا که خوب گفته که حالا باز یه خورده تو پرده و لفاف و مظهر است و آیین و این حرفای، اینجا دیگه قشنگ هرچی داشته داده به آب.
در این کتاب که اسم شاهنامه حقیقته شما فراوان موارد پیدا می کنید، فراوان موارد پیدا می کنید که دقیقاً علی ابن ابی طالب، شاه خوشین، سلطان سوهاگ، همشون رو خدا معرفی میکنه. یک شرکت سهامی خدایی درست میکنه و خلاصه خدایی رو به هر کس که دلش میخواد از کیسه و همچین گشادش میبخشد. نگاه کنید، به دور محمد همان کردگار، به دور محمد همان کردگار، شد از جامعه مرتضی آشکار. در زمان پیغمبر اکرم البته نظر مقام اینها قطعاً و یقیناً آقا امیرالمؤمنین رو به مراتب برتر از پیغمبر میدونن، به مراتب. من بعدا براتون مدارکش رو خواهم گفتش. باز بریم بخوانیم براتون. به کل خلایق، این بیت شماره 886 به کل خلایق به زیر و زبر علی خالق است، نیست جز او دگر. عاطل چی هستی؟ خداوند ما حیدر است درد و سر، سر مخفف سراست، به جز او نخوانیم کس داد کرد. چجور باید بگه علی ابن ابی طالب خود خداست که آمده؟ توجه فرمودید؟ باز میخوانیم ابیات شماره 3582 و 83 و به همین ترتیب 100 تا بیت بعدیش. بلا شک علی ذات یزدان بود، بلا شک علی ذات یزدان بود، که ناطق به آیات قرآن بود، که ذات خدا بود بر او میهمان، بودی رازق و صاحب هر زمان. خدای متعال آمد در علی چی کرد؟ آمد در علی حلول کرده. حالا در تولد علی ابن ابی طالب هم براتون مفصل خواهد گفت. تولد شب هم این داستانه که اصلا زمانی که جناب فاطمه بنت اسد سلام الله علیها به وجود مقدس امیرالمؤمنین حامله شد، این علی نبود، این خود خدا بود. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، که آمد در بطن کی؟ در بطن فاطمه بنت اسد قرار گرفت و فت و فراوان. حالا یه داستان خوشگلی میگه که بعد نیست بگم هم تغییر ذائقه بدید که خورده انشالله از این حالت رسمی بودم در بیاید بیرون. من حالا اشعارشو نمیخونم، کسی خواست پیش نشون بدم. میگه یه شب معراج اتفاق افتاد، خدا پیغمبر رو برد بالا. خب از پیغمبر خوب پذیرایی کرد، خوب پذیرایی کرد. از جمله پذیرایی هایی که خدا از پیغمبرش به عمل آورد این بود که برای پیغمبر در اون بالاها شیر برنج آورد. حالا پیغمبر چقدر شیر برنج دوست داشته من نمیدونم، برای چی خدا اینجوری پیغمبر رو مهمونی کرده. پیغمبر مشغول نوش جان کردن و تناول شیر برنج شد. در این هنگام دستی ظاهر شد که پیغمبر در اون حالی که داشت شیر برنج می‌خورد، یک دونه از اون برنجای شیر برنج افتاد رو دسته. بعد دست کشیده شد. پیغمبر آمد پایین، حالا آوردنش پیغمبر رو پایین. فردا پیغمبر علی ابن ابی طالب خلاصه خواند که برای داستان معراج بگه. داستان معراج رو فرمود، ضمناً این داستان هم گفت که دیشب داشتیم شیر برنج نوش جان می‌کردیم، دستی آمد و خلاصه یک دونه از اون برنج ها افتاد رو اون و اون دست خدا بود. آقا علی ابن ابی طالب پیغمبر حرفش تمام نشده بود، دستش آورد یه دونه برنج رو دسته بود، فرمود همین برنج بود دیگه. بعد تازه حالا پیغمبر العیاذ بالله ثم العیاذ نفهمی و نادانی چه بدبختی بزرگیه. تازه حالا پیغمبر علی رو میشناسه، تا اون وقت نمیشناخته. قریب به این مضامینه. و آقا علی عرض میکنه اجازه به من میدی برم در بین مردم معرفیت کنم که تو کی هستی؟ بازم قریب به این مضمونه. آقا علی فرمود خودت منو شناختی بسه دیگه، خلاصه مردم ما رو معرفی
نمیخواد بکنیم. این بحث رو بگم و تمام کنیم قضیه رو، چون میخواستم بحث دیگر وارد بشم نمیرسیم. به نام بحث تناسخ در بین اهل حق. پس بحث اینجوری وای میسه که حضرات معتقدن، عرض کردم 7 دوران در زندگی بشر ما داریم. در هر کدوم از این 7 دوران خدای سبحان، خدای لم یزل ولا یزال، خدای لیس کمثله شیء، این میاد میره. خلاصه العیاذ بالله زبان من لال، در بطن و در رحم یک زن قدیسه ای که حتما باید بکرم باشه البته قرار میگیرد، به صورت مظهر اون زمان در میاد بیرون. یکی از این دوران ها دوران کی بوده؟ پیغمبر اکرم بوده که در آن دوران همونطور که شنیدید ذات خدا علی ابن ابی طالبه، خدا آمد در رحم جناب فاطمه بنت اسد قرار گرفت، به صورت علی در آمد بیرون. دیگه معطل چی هستی؟ او دوران تمام میشه، دوران بعدی شروع میشه. دوران بعد چیه؟ دوران شاخوشینه. شاخوشین هم داستانش همین جوراست. باز خدا میاد میره در بطن جلاله که مادر شاخوشین بوده، چی میشه؟ به صورت شاخوشین در میاد بیرون. او دورانش تمام میشه، میشه سلطان سوهاک. سلطان سوهاک هم چیه؟ مادرش به نام خاتون دایراک بوده، البته دایراک اسم کردی. خدا میاد میره العیاذ بالله با یه مقدماتی البته، میاد میره در بطن خاتون دایراک، به صورت چی در میاد بیرون؟ به صورت جناب آقای سلطان سوهاک یا سلطان اسحاق برزنجی در میاد بیرون. به همین ترتیب کاک ردا، قرمزی و افراد دیگری که حالا بعد براتون خواهیم عرض کرد. این اعتقاد اول که ریشه و اصل و اساس هر دینی به شهادت قرآن کریم بحث توحیده. هر پیغمبری در قرآن معرفی می شود حرفش یکی بیشتر نبوده. یا ایها الناس اتقوا الله اعبدوا الله، همینه. سخنان پیغمبران در این کلام خلاصه می شود. پیغمبر اکرم وقتی تشریف فرما شد فرمود ادعوکم الی شهادت لا اله الا الله و خلع الانداد. با همه مقاماتی که من هم دارم تازه در برابر او هیچ بالاترین مقام من پیغمبری که اولین خلق خدای متعالم در میان مخلوقات این است که من بنده اویم. حالا اینا به خاطر دور افتادن از معارف عالیه قرآنی و اسلامی، عمده افراد ساده‌شون رو من دارم میگم، او بالای این خبران نیست. رفتم سراغ یک بزرگانشون در تهران چند وقت پیش، حالا با چر فوت و فن رفتیم تو بموند چون ما راه نمیدانم تو. بعد دیدم آقا نشسته اونجا، لباش هم کاملا سیاهی سیاست، سیگار پشت سیگار هم داره دود میکنه. فهمیدیم چشمای قیالود و لبای سیاه نشون دهنده کدوم مطلبه؟ پس سیگار پی در پی. یه آقازاده شاخ شمشاد بغلش نشسته بود. گفتم که ایشون پسرمه. والا ایشون لیسانس فرانسه از خود فرانسه گرفته، زبان فرانسه. و گفتم چی کار میکنی؟ هیچی، پیش خودم هست. گفتم حق داری، چرا پیش تو نباشه؟ ایشون رو اگه میخواستی ببری اداره آموزش پرورش استخدام کنی، ای مایی 300 تومن 400 تومن خیلی اگر میدم بهش. حالا پیش تو نشسته این همه مرید داری، از اقصی نقاط این مملکت میان سجده میکنن مقابلش. به حضرت عباس سجده میکردن. بشینه اونجا پولایی که اونا برات بره خب بگه بده آقازاده با هم دیگه بخورین. خب برای چی؟ اونا بعدشون فرق میکنه. اونهایی که در بالا هستن بعدشون با افرادی که در پایینن خیلی فرق میکنه. این پایینیا بیچاره ها هم میدهند و هم به جهنم میروند. یه صلوات بفرستید.